امروز در جامعه ما بسیاری به نام مسلمان به جای خودش، به نام اهل علم، به نام ملا، صاحب علم، صاحب فضیلت، دارای کرامت و بزرگی، میبینی عقاید مردم رو به بازی گرفتند. عقاید مردم رو دارن با عقاید مردم بازی میکنند، به عبث گرفتند عقاید مردم رو. در باب تعویض نویسی که امروز در جامعه ما افرادی بیدین، دین فروش دارن با عقاید مردم بازی میکنند، خصوصا قشر زنان. متاسفانه یک مریضی بسیار بزرگی که امروز دامنگیر، بیشتر دامنگیر زنان هست، البته مردان هم هستن، چون از عقیده خبر ندارند فکر میکنند که اینا بر حقند. اما اگر ما بر بگردیم به نصوص و توحید الوهیت رو بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که اینا همه باطلند، اصلی اساسی در اسلام ندارند. دلیلشون فقط این هست که بزرگان ما این کارو کردند. آیا ملاک حق بزرگ هست، شخص هست، افراد هستند یا نه؟ دین از جانب الله تعالی بر شخصی و هم یه نفر تا قیامت نازل شده و باید انسان ها تا قیامت از ایشان تبعیت بکنند. اون شخص نیست جز پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما اگر در باب عقاید بیایم دلیل بزرگان رو بگیریم، میبینیم که انحرافات در عقاید در جامعه ما به وفور مشاهده میشه. در باب تعویض نویسی و طلسم، جادو، بند، این چیزایی که در بلوچستان متاسفانه توسط افرادی به نام بزرگ، به نام واجه پایگذاری شده و امروز مریدانشون دنبال راه همین قضیه هستند. اما اگر بر بگردیم به اصل و مصدر اساسی که قرآن باشه و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در میابیم که اینا هیچ اصلی اساسی دلیلی از قرآن و سنت، از قرون مفضله، از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ندارند. دین ما از قرآن میگیریم، دین ما از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیریم، دین ما از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که ناقلین این دین و این شرع بودن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، مشافهتا دین رو از ایشان گرفتن و منتقل کردن به بعدی ها. پس ملاک غیر از قرآن و سنت، غیر از سلف امت ملاک نیست. لذا بر حذر باشیم از این افرادی که عقاید مردم رو به بازی گرفتن، مردم رو دچار خرافه پرستی، دچار بدعت، دچار تعویض، دچار بند با عقاید مردم دارند بازی میکنند، اموال مردم رو به باطل میخورند.